به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. زندانیان جغرافیا یا جبر جغرافیا نویسنده تیم مارشال هستش و توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه این کتاب در سال 1398 در تهران چاپ شده که در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و جهان صحبت کرده و آقای هوشنگ جیرانی این کتاب رو با خانم هستی صیادی ترجمه کردند. این کتاب که به بررسی وضعیت کشورهای جهان می‌پردازد 10 نقشه را ارائه می‌کند که همه چیز را درباره سیاست‌های جهانی توضیح می‌دهد. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. زندانیان جغرافیا یا جبر جغرافیا در زمان انتشارش در فهرست پرفروش‌های نیویورک تایمز قرار گرفت. نیکولاس لژاد در نشریه اکونومیک استاندارد درباره کتاب نوشته است: این کتاب یکی از بهترین آثار ژئوپلیتیک است. گمان نمی‌کنم کتاب دیگری بتوان یافت که اوضاع جهان را به این خوبی توصیف کند. من نوشته کوتاهی رو در مورد نویسنده این کتاب برای شما میخونم و سپس این کتاب رو با هم ورق میزنیم. تیموتی جان مارشال، روزنامه‌نگار، نویسنده و سخنگوی انگلیسی، اول ماه می سال 1959 متولد شد. او به دلیل تحلیل‌هایش از تحولات در اخبار خارجی و دیپلماسی بین‌الملل شهرت دارد. از میان فعالیت‌های تیم مارشال می‌توان به سردبیری دیپلماتیک و همچنین سردبیری امور خارجه و مفسر مهمان رخدادهای جهانی اسکای نیوز و BBC و مجری مهمان LBBC اشاره کرد. خب با من همراه باشید تا این کتاب رو ورق بزنیم و ببینیم که چه چیزهای جالبی رو در مورد جبر جغرافیا به ما خواهد گفت. نیازی به اندیشیدن یا گفتن نیست که ما در دورانی فوق‌العاده ناپایدار به سر میبریم. میگویند که جهان هیچگاه به این اندازه غیر قابل پیش بینی نبوده است. باید محتاطانه و حتی شکاکانه به چنین اظهاراتی واکنش نشان داد. صلاح در این است که محتاط بود. جهان همواره ناپایدار بوده و آینده به وضوح غیر قابل پیش بینی است. نگرانی‌های کنونی ما قطعاً می‌تواند بسیار بدتر شود. اگر نخواهیم به چیز دیگری فکر کنیم، سالگرد وقایع سال 1914 باید این را به ما یادآوری کند. کل چیزی که میتوان گفت این است که تغییرات اساسی قطعاً در جریان است و فارغ از اینکه در کجا زندگی میکنیم، این تغییرات واجد معنای واقعی برای آینده ما و فرزندان ماست. تغییرات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی که در پیوند با تغییر سریع فناوری هستند، پیامدهای جهانی دارند که ممکن است متمایز کننده زندگی ما در مقطع کنونی با دوران پیشین باشد. شاید به همین دلیل است که ما بیشتر از ابهام استثنایی حرف میزنیم و از این روز که تحلیل ژئوپلیتیک به یک صنعت رو به رشد تبدیل شده است. تیم مارشال هم به لحاظ فردی و هم حرفه‌ای به نحو غیر متعارفی صاحب صلاحیت است تا در این بحث سهیم باشد. او به طور مستقیم در بسیاری از تحولات چشمگیر 25 سال گذشته حضور داشته است، همانطور که در مقدمه به ما یادآوری می‌کند در خط مقدم بالکان، افغانستان و سوریه حاضر بوده است. بین دیده که چگونه تصمیم‌گیری‌ها و حوادث، درگیری‌های بین‌المللی و جنگ‌های داخلی تنها با در نظر گرفتن کامل امیدها، ترس‌ها و پیش‌فرض‌هایی که توسط تاریخ شکل گرفته‌اند درک می‌شوند و چگونه همه اینها به نوبه خود توسط محیط فیزیکی جغرافیا
هدایت می‌شوند که افراد، جوامع و کشورها در آن توسعه یافتند. ولادیمیر پوتین میگوید آدمی مذهبی است، حامی بزرگ کلیسای ارتدوکس روسیه. اگر چنین باشد شاید هر شب با خیالی آسوده به رخت خواب می‌رود، دعا می‌کند و از پروردگار می‌پرسد چرا کوههای خود را در اوکراین قرار ندادی؟ اگر پروردگار کوهها را در اوکراین قرار داده بود، در نتیجه دشت وسیع همواری که جلگه اروپای شمالی است دیگر آنقدر ترغیب کننده نبود که مرتب از آنجا روسیه را مورد تاخت و تاز قرار داد. اما چه می شود کرد؟ پوتین هیچ گزینه‌ای ندارد. او باید تلاش کند که حداقل دشت هموار به سمت غرب را زیر نظر داشته باشد. این وضعیت شامل تمام کشورهای بزرگ و کوچک می شود. چون این چشماندازی رهبران را اسیر خود کرده است و کمتر از آنچه تصور می شود حق انتخاب و فضای مانور به آنها می دهد. این مسئله در خصوص امپراتوری آتن، ایرانی‌ها، بابلی‌ها و پیش از آن نیز صدق می‌کرد. واقعیت این بود که همه رهبران به دنبال زمین‌های بیشتر برای حفظ قبیله خود بودند. سرزمینی که در آن زیست می‌کنیم همیشه ما را شکل داده است. جنگ‌ها، قدرت، سیاست و توسعه اجتماعی مردمی را شکل می‌دهد که تقریباً همه جای کره زمین را اشغال کردند. شاید فناوری به فواصل میان ما از هر دو جنبه فضای ذهنی و فیزیکی غلبه کرده باشد، ولی خیلی ساده فراموش می‌کنیم سرزمینی که در آن زندگی و کار کرده و فرزندانمان را بزرگ می‌کنیم بسیار مهم است و گزینه‌های افرادی که 7 میلیارد نفر ساکن این سیاره را رهبری می‌کنند همیشه تا حدودی تحت تاثیر رودخانه‌ها، کوه‌ها، بیابان‌ها، دریاچه‌ها و دریاهایی بوده است که ما را در تنگنا قرار می‌دهند و همیشه همین طور بوده است. در کل یک عامل جغرافیایی مشخص وجود ندارد که مهمتر از دیگر عوامل باشد. نه کوه‌ها مهمتر از بیابان‌ها هستند و نه رودخانه‌ها مهمتر از جنگل‌ها. در نقاط مختلف این سیاره ویژگی‌های مختلف جغرافیایی برای مشخص کردن آنچه مردم می‌توانند یا نمی‌توانند انجام دهند در میان عوامل غالب قرار دارند. به طور کلی ژئوپلیتیک به دنبال راهی است که بتوان مسائل بین‌المللی را از طریق عوامل جغرافیایی درک کرد، نه فقط از طریق چشم‌انداز فیزیکی. برای مثال موانع طبیعی، کوه‌ها یا نقاط اتصال شبکه‌های رودخانه، بلکه همچنین از طریق اقلیم، جمعیت شناسی، مناطق فرهنگی و دسترسی به منابع طبیعی، عواملی از این دست می‌توانند اثر مهمی بر بسیاری از جنبه‌های مختلف تمدن ما از راهبردهای سیاسی و نظامی گرفته تا توسعه اجتماعی انسانی از قبیل زبان، تجارت و مذهب داشته باشند. اما در این کتاب 10 نقطه مشخص شده در کل جهان که از این 10 نقطه من برای شما فکر کنم بتونم 1 یا 2 نقطه رو بخونم. فصل اول یا نقطه اول در مورد روسیه هستش. پهناور، منطقه‌ای بسیار وسیع و بی‌پایان. روسیه سرزمینی پهناور است، پهناورترین است، بی‌پایان. 6 میلیون مایل مربع وسعت دارد و دارای 11 منطقه زمانی است. پهناورترین کشور جهان است. جنگل‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، تندرهای یخزده، جلگه‌های پهناور، تایگا و کوه‌ها همه جا گسترده است. این وسعت در ضمیر جمعی ما نهادینه شده است. هر کجا که باشیم روسیه هم هست، شاید در شرق، غرب، شمال یا جنوب، اما در کنار اینها روسیه خرس هم دارد. تصادفی نیست که خرس نماد این مساحت بزرگ است. آنجا نشسته است، گاهی اوقات خواب است، گاهی هم در حال غریدن. با شکوه اما وحشی است. خرس لغتی روسی است، اما حتی روس‌ها هم وحشت دارند که این حیوان را به نام خودش صدا کنند، ترسی که ناشی از فراخواندن نیمه تاریکتر آن است. او را
مدود مینامند، یعنی کسی که عسل دوست دارد. حداقل 120,000 قلاده مدود در کشوری زندگی می‌کنند که بر فراز 2 قاره اروپا و آسیا ایستاده است. بخش اروپایی روسیه تا غرب کوههای اورال کشیده شده است. سیبری واقع در شرق آن تا دریای برینگ و اقیانوس آرام ادامه دارد. حتی در قرن 21 گذر از این مسیر با قطار 6 روز طول می‌کشید. رهبران روسیه باید با نگاه کردن به این فاصله‌ها و تفاوت‌ها سیاست منطبق بر آنها را صورت‌بندی کنند. از چند قرن پیش تا کنون آنها تمامی جهات را در نظر داشتند، اما عمدتاً توجه خود را معطوف به غرب کردند. وقتی نویسندگان به دنبال کشف این خرس هستند، اغلب از مشاهدات مشهور وینستون چرچیل در سال 1929 از روسیه مثال می‌آورند. رازی سر به مهر است، پوشیده در لایه‌ای اسرارآمیز، اما برخی هم در تلاشند تا این عبارت را تکمیل کنند که با این عبارت پایان می‌یابد. اما شاید کلیدی وجود داشته باشد. این کلید هم منافع ملی روسیه است. چرچیل 7 سال بعد از این کلید برای باز کردن قفل این راز سر به مهر استفاده کرد. با گفتن اینکه من متقاعد شدم که هیچ چیز به اندازه قدرت مورد تحسین آنها نیست و برای هیچ چیزی به اندازه ضعف، به ویژه ضعف نظامی، کمترین احترام قائل نیستم. سخن او می توانست درباره رهبری فعلی روسیه باشد که با وجود اینکه اکنون ردای دموکراسی به تن کرده، اما در ذات خود همچنان اقتدارگرا باقی مانده و منافع ملی هم محور آن است. در حالی که ولادیمیر پوتین به خدا و کوهان نمی اندیشد، مشغول تفکر درباره پیتزاست، خاصه درباره شکل یک تکه از پیتزا، یک برش. در انتهای باریک این برش لهستان قرار دارد. در اینجا دشت وسیع شمال اروپا که از فرانسه تا اورال کشیده شده است که 1000 مایل از جنوب به شمال گسترش می‌یابد و مرز طبیعی بین اروپا و آسیاست. تنها 300 مایل پهنا دارد. این دشت از دریای بالتیک در شمال تا کوههای کارپات در جنوب امتداد دارد. دشت شمال اروپا تمام قسمت‌های غربی و شمالی فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان و تقریباً تمام لهستان را در بر می‌گیرد. از نقطه نظر یک روس این وضعیت مانند شمشیری دولبه است. لهستان یک راه نسبتاً باریک را نشان می‌دهد که روسیه از طریق آن می‌تواند نیروهای مسلح خود را در صورت لزوم هدایت و از حرکت دشمن به سمت مسکو جلوگیری کند. اما از این نقطه به بعد برش شروع به گسترش می‌کند. به محض رسیدن به مرزهای روسیه، پهنای آن به بیش از 2000 مایل می‌رسد و تا مسکو و ورای آن همواره است. حتی یک ارتش بزرگ هم برای دفاع از امتداد این خط تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت. با این حال روسیه به واسطه عمق استراتژیکیش هرگز از این طریق تصویر نشده است. زمانی که ارتشی به نزدیکی مسکو میرسد، تازه متوجه می شود که این منطقه مسیرهای طولانی و ناپایداری برای ارسال تدارکات دارد. یعنی اشتباهی که ناپلئون در سال 1812 مرتکب شد و هیتلر در سال 1941 آن را تکرار کرد. به همین ترتیب این جغرافیاست که در شرق دور از روسیه محافظت می کند. حرکت دادن ارتش به سمت بالا به سوی قسمت آسیایی روسیه کار سختی است. چیزی جز برق برای حمله کردن وجود ندارد و میتوان فقط تا کوههای اورال پیشروی کرد. پس از آن میتوان بخش عظیمی از این قلمرو را در شرایط سخت با مسیرهای طولانی برای ارسال تدارکات و پذیرش خطر یک ضد حمله مسئول نگه داشت. ممکن است فکر کنید که هیچ احدی قصد حمله به روسیه را ندارد، اما روس‌ها به واسطه دلایلی متقن این گونه به قضیه نمی‌نگرند. در 500 سال گذشته چندین بار از سمت غرب به آنها حمله شده است. لهستانی‌ها در سال 1605
از دشت شمال غربی اروپا گذشتند. پس از آن سوئدی‌ها در سال 1708 و تحت فرماندهی چارلز دوازدهم به آنها حمله کردند. همینطور فرانسه در زمان ناپلئون در سال 1812 و آلمان‌ها نیز دوبار در دو جنگ جهانی در سالهای 1914 و 1941 دست به حمله زدند. از نقطه نظر دیگر، اگر حمله ناپلئون در سال 1812 را مبدأ در نظر بگیریم، این دوران شامل جنگ‌های شبه جزیره کریمه بین سالهای 1853 تا 1856 و دو جنگ جهانی تا سال 1945 می شود. بنابراین روس‌ها به طور متوسط هر 33 سال یک بار در صفحه شمالی اروپا درگیر جنگ بودند. در پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 روس‌ها متصرفات آلمان در اروپای مرکزی و شرقی را به تسخیر خود درآوردند که بعضی از آنها بعداً ضمیمه خاک اتحاد جماهیر شوروی شدند و این کشور رفته رفته به امپراتوری سابق روسیه شباهت پیدا کرد. در سال 1949 پیمان آتلانتیک شمالی ناتو توسط گروهی از کشورهای اروپایی و امریکای شمالی ایجاد شد تا در برابر خطر تجاوز شوروی از اروپا و آتلانتیک شمالی دفاع کند. در واکنش به این اقدام، اکثر کشورهای کمونیست اروپا تحت رهبری روسیه پیمان ورشو را در سال 1955 ایجاد کردند که معاهده‌ای برای دفاع نظامی و کمک متقابل بود. کشورهای محدوده این پیمان قرار بود در پرده آهنین محصور شوند، اما با به قهقرا رفتن شوروی در اوایل دهه 1980 زنگ‌ها به صدا درآمد و پس از سقوط دیوار برلین در سال 1989 این بلوک فرو پاشید. رئیس جمهور پوتین طرفدار میخائیل گورباچوف آخرین رهبر شوروی سابق نیست. او گورباچوف را به خاطر تضعیف امنیت روسیه مقصر می‌داند و با اشاره به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 1990 از آن به عنوان فاجعه بزرگ ژئوپلیتیکی قرن یاد می‌کند. روس‌ها از آن زمان نگران به نظر می‌رسند، زیرا ناتو به طور پیوسته نزدیک و نزدیکتر شده و کشورهایی را تحت پوشش آورده است که روسیه ادعا می‌کند قرار بوده که به ناتو ملحق نشوند. جمهوری چک، مجارستان و لهستان در سال 1999، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی و اسلواکی در سال 2004 و آلبانی در سال 2009 ناتو میگوید چنین تضمینی داده نشده است. روسیه مانند تمام قدرت‌های بزرگ به 100 سال آینده می‌نگرد، با این درک که در آن زمان هر چیزی می‌تواند رخ دهد. یک قرن پیش چه کسی می‌توانست حدس بزند که نیروهای مسلح امریکا در چند صد مایلی مسکو در لهستان و کشورهای بالتیک مستقر خواهند شد؟ تا سال 2004 فقط 15 سال پس از سال 1989 هر دولتی که متحد پیشین روسیه در پیمان ورشو محسوب میشد عضو ناتو یا اتحادیه اروپا بود. ذهن تشکیلات مسکو درگیر این قضیه و همچنین تاریخ روسیه شده است. تاریخ روسیه به عنوان یک قلمرو به قرن نهم و نظام ملوک الطوایفی قبایل شرقی اسلاو باز می‌گردد که به عنوان کییوان روس در کیف و دیگر شهرهای امتداد رودخانه دنیپر که در اوکراین کنونی قرار دارد شناخته می‌شدند. مغول‌ها برای گسترش امپراتوری خود دائما از جنوب و شرق به این منطقه حمله می‌کردند و سرانجام در قرن 13 آن را اشغال کردند. روسیه نوپا سپس به شمال شرق و اطراف شهر مسکو نقل مکان کرد. این روسیه اولیه معروف به قلمروی بزرگ مسکویی قابل دفاع نبود. به جز چند رودخانه هیچ کوه و بیابانی در آنجا وجود نداشت. همه جا فلات هموار بود و مغولان در سراسر این جلگه به سمت جنوب و شرق تاخت و تاز می‌کردند. این قوم مهاجم می‌توانست به هر جا که خواست پیشروی کند و موقعیت‌های طبیعی دفاعی اندکی
در برابر اشغال وجود داشت. ایوان مخوف یا مخوف نخستین تزار روسیه وارد می شود. اون مفهوم حمله به مثابه دفاع را به مرحله اجرا درآورد. به عنوان مثال توسعه طلبی خود را از طریق تثبیت در داخل آغاز و سپس به سمت بیرون حرکت کنید. این نظریه باعث عظمت شد. اینجا مردی ایستاده بود، حامی این نظریه که افراد می توانند مسیر تاریخ را تغییر دهند. اگر او دو ویژگی شخصیتی، بیرحمی کامل و آینده نگری را نداشت، تاریخ روسیه می توانست متفاوت باشد. روسیه نوپا تحت تاثیر پدر بزرگ ایوان کبیر توسعه طلبی ملایمی را آغاز کرده بود. اما پس از آنکه ایوان جوان در سال 1533 به قدرت رسید، این توسعه طلبی سرعت گرفت. این کشور در شرق تا کوههای اورال، در جنوب تا دریای خزر و در شمال تا قطب گسترش یافت. وضعیت یاد شده منجر به دسترسی به دریای خزر و بعدتر دریای سیاه شد. بنابراین از کوههای قفقاز به عنوان مانع جزئی بین این قلمرو و مغول‌ها استفاده می‌شد. یک پایگاه نظامی در چچن برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی از جانب اردوی زرین مغول، امپراتوری عثمانی یا ایرانی‌ها ساخته شد. وقفه‌ای در پیشروی‌ها اتفاق می‌افتد، اما روسیه در قرن بعدی از اورال عبور می‌کند و به کرانه سیبری می‌رسد و در نهایت تمام سرزمین‌های ساحلی شرق اقیانوس آرام را زمینه خاک خود می‌کند. روس‌ها دارای یک منطقه حائل و یک سرزمین دورافتاده عمق استراتژیک بودند که هنگام تهاجم می‌توانستند به درون آن عقب نشینی کنند. هیچ کس نه جانب دریای قطب شمال قصد حمله به آنها را داشت و نه اینکه می‌توانست از کوههای اورال عبور کند. سرزمین آنها تبدیل به چیزی شد که اکنون به عنوان روسیه می‌شناسیم و برای تسخیر آن از طریق جنوب یا جنوب شرقی الزاماً باید یک ارتش بسیار عظیم و یک مسیر بسیار طولانی از تدارکات داشته باشیم و در حال جنگیدن از موانع دفاعی عبور کنیم. روسیه در قرن 18 تحت فرمانروایی پتر کبیر یا که امپراتوری روسیه را در سال 1721 تأسیس کرد و سپس کاترین کبیر به جانب غرب چرخید و با توسعه امپراتوریش به یکی از قدرت‌های بزرگ اروپایی تبدیل شد که محرک آن عمدتاً تجارت و ملی‌گرایی بود. روسیه قوی‌تر و امن‌تر اکنون قادر بود تا اوکراین را اشغال کند و به کوههای کارپات برسد. این امپراتوری بیشتر جاهایی را که ما در حال حاضر به عنوان کشورهای بالتیک، لیتوانی، لتونی و استونی می‌شناسیم زیر سیطره خود درآورد. بدین ترتیب از هر گونه تاخت و تاز از طریق زمینی یا از سمت دریای بالتیک مصون بود. حال حلقه بزرگی در اطراف مسکو وجود داشت که قلب کشور محسوب می‌شد. شروع آنکه از قطب شمال است به سمت پایین تا منطقه بالتیک، سراسر اوکراین، سپس کوههای کارپات، دریای سیاه، قفقاز و دریای خزر، دور تا دور کوه اورال و مجدداً قطب شمال گسترش یافته است. روسیه کمونیست در قرن 20 اتحاد شوروی را ایجاد کرد. در پس‌زمینه شعار کارگران جهان متحد شوید، اتحاد جماهیر شوروی پرهیب امپراتوری روسیه خیلی واضح و به شکل درشت حک شده بود. اتحاد جماهیر شوروی پس از جنگ جهانی دوم از اقیانوس آرام تا برلین و از قطب شمال تا مرزهای افغانستان کشیده شده بود. ابرقدرتی فوق‌العاده از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی که تنها ایالات متحده با آن رقابت می‌کرد. روسیه بزرگترین کشور جهان است. 2 برابر مساحت ایالات متحده امریکا و چین، 5 برابر هند و 25 برابر مساحت اوکراین. با این حال جمعیت آن نسبتاً کم است. حدود 144 میلیون نفر، یعنی کمتر از نیجریه یا پاکستان. فصل کشاورزی در آن کوتاه است و تلاش می‌کند تا محصولات برداشت شده را به شکلی قابل قبول در اطراف 11 منطقه زمانی تحت حاکمیت مسکو توزیع کند.
روسیه تا اورال، آنجا که به بخش عمده سرزمین اروپا متصل می شود، یک قدرت اروپایی است. اما به رغم همسایگیش با قزاقستان، مغولستان، چین و کره شمالی و داشتن مرزهای دریایی با چند کشور از جمله ژاپن و ایالات متحده امریکا، یک قدرت آسیایی محسوب نمی شود. وقتی سارا پیلین، کاندیدای سابق پست معاون ریاست جمهوری امریکا، گفت که شما واقعا می توانید روسیه را از سرزمین آلاسکا مشاهده کنید، مورد تمسخر قرار گرفت. جمله‌ای که رسانه‌ها بزرگ کردند این بود: من می توانم از خانه‌ام روسیه را ببینم. حالانکه چیزی که او گفت این بود: شما می توانید روسیه را از سرزمین آلاسکا، از جزیره‌ای در آلاسکا ببینید. حق با او بود. یک جزیره روسیه در تنگه بلینگ در فاصله 2.5 مایلی جزیره امریکایی لیتل دایمید در همان تنگه قرار دارد و با چشم غیر مسلح هم قابل مشاهده است. شما در واقع می توانید روسیه را از امریکا ببینید. مرتفع‌ترین بخش در اورال نقطه‌ای است که اروپا پایان می‌یابد و آسیا آغاز می‌شود. هنگامی که آسمان صاف باشد، نقطه‌ای زیباست و می‌توانید از میان درختان صنوبر تا مایل‌ها دوردست به سمت شرق را ببینید. زمستان آن پوشیده از برف است، همانند دشت سیبری در پایین دست که تا شهر یکاترینبرگ کشیده شده است. گردشگران دوست دارند به جایی بروند که یک پای آن در اروپاست و پای دیگرش در آسیا. زمانی متوجه بزرگ بودن روسیه خواهید شد که بدانید تا این تقاطع تنها 1/4 از طول کشور طی شده است. ممکن است 1500 مایل از سن پترزبورگ از مسیر غربی روسیه سفر کرده باشید تا به اورال برسید، اما هنوز هم باید 4500 مایل دیگر را برای رسیدن به تنگه بلینگ طی کنید، جایی که ممکن است در معرض دید خانم پیلین از آلاسکا در ایالات متحده امریکا قرار بگیرد. کمی پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، همراه با یک تیم روسی برای فیلمبرداری در اورال و در نقطه‌ای بودند که اروپا به آسیا می‌رسد. فیلمبردار گروه کهنه‌سربازی با موهای جوگندمی، آرام، کم حرف و فرزند فیلمبردار مخصوص ارتش سرخ بود که از محاصره استالینگراد تصویربرداری کرده بود. از او پرسیدم اروپایی هستی یا آسیایی؟ چند ثانیه مکث کرد و بعد جواب داد هیچ کدام، من روس هستم. روسیه فارغ از هر مدرکی که دال بر اروپایی بودنش باشد، به دلایل متعدد یک قدرت آسیایی نیست. اگرچه 75% از قلمرو آن در آسیاست، ولی تنها 22% جمعیتش در این بخش زندگی می‌کنند. گرچه سیبری ممکن است گنج پنهان روسیه باشد که عمده منابع مواد معدنی، نفت و گاز این کشور را در بر می‌گیرد، اما در این حال سرزمینی است خشن با ماه‌ها یخبندان و جنگل‌های وسیع تایگا، خاک ضعیف برای کشاورزی و مناطق بزرگ باتلاقی. فقط 2 شبکه راهن از غرب تا شرق وجود دارد: خط راهن سراسری سیبری و راهن اصلی بایکال آمور. مسیرهای محدودی برای حمل و نقل از شمال به جنوب وجود دارد و از این رو هیچ راه آسانی در دسترس روسیه نیست تا قدرت خود را حول محور جنوب به سمت مغولستان یا چین مدرن شکل دهد، چرا که فاقد نیروی انسانی و خطوط تدارکاتی لازم است. خب برای اینکه زمان به من اجازه نمیده که بتونم فصل دیگه‌ای از این کتاب رو برای شما بخونم، فقط این 10 نقطه‌ای رو که مشخص شده در این کتاب براتون میخونم و گزیده کوچکی از بخشی از وسط کتاب و بعد بحث رو تمام میکنم. فصل 1 که روسیه بودیم تا وسطاش رسیدیم، فصل 2 چین، فصل 3 ایالات متحده امریکا، فصل 4 اروپای غربی، فصل 5 افریقا، فصل 6 خاورمیانه، فصل 7 هند و پاکستان، فصل 8 کره و ژاپن، فصل 9 امریکای لاتین و فصل 10 قطب شمال هستش. اما نوشته از وسط کتاب هست، براتون میخونم.
آنچه که اکنون اتحادیه اروپا نام دارد به این جهت تشکیل شد که فرانسه و آلمان یکدیگر را چنان تنگ در آغوش مهر و محبت بگیرند که دست آزادی برای مشت زدن به دیگری برای هیچ کدام باقی نماند. این فکر به طرز درخشانی کار کرده و جغرافیایی را ایجاد کرده که اکنون شامل بزرگترین اقتصاد دنیاست. نتیجه به خصوص برای آلمان فوق‌العاده بود که از خاکستر 1945 سر برآورد و از جغرافیایی که زمانی از آن هراس داشت به نفع خود استفاده کرد. آلمان بزرگترین تولید کننده اروپا شد. خاورمیانه. میانه کجا؟ خاور شرق کجا؟ نام این منطقه در نگاهی که اروپایی‌ها به آن داشتند ریشه دارد و اتفاقاً شکل و اوضاع این منطقه هم از همان نگاه اروپایی تأثیر پذیرفته است. اروپایی‌ها با جوهر و خطکش روی نقشه‌ها مرزها را ترسیم کردند، خطهایی که در دنیای واقعی وجود نداشتند. به همین واسطه مصنوعی‌ترین مرزهایی که در تاریخ جهان به خود دیده شده است شکل گرفت و اکنون مردم این منطقه درگیرند تا با خون آن خطوط جوهری را به شکلی دیگر ترسیم کنند. امیدوارم که از این کتاب خوشتون اومده باشه و اگر دوست داشتین که این مناطق رو بیشتر و با جزئیات کامل بخونین، این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.